من خارجی هستم، یعنی شاغل هستم. در مورد یزدان از کجا آمدن، چه کجا مردم یعنی شما شنیدید این افزاری میتوانی و افزاری شیها بخواستن اما فهمیدیم که این شریعت‌ها محاصر شریعت‌ها شریعت‌ها ریشه دینی ندارد، یعنی یک رسم خیلی فرهنگیست و بیشتر دور شیعی و اگر شما متوجه باشید یعنی بیشتر از هر مرد در شعر ما قدیمی‌ترین ذکری که از یاد داشتن توسط شاعراش و حضور نمره اسلامی در زرتشتی یا در باره تفسیر یا ایده‌های و فلسفه‌های دیگه دارن، اما اونها نام‌های دیگری دارن مثل دیگران و یزدان محصول عرف جامعه‌ای است که زندگیشان در مبنای زراعت و کشاورزی. در این نوع زندگی می‌بینید که آفتاب بسیار یک عنصر ارزشمند است. خود فلسفه یزدان بر این دلیل است که آفتاب مورد توجه است. شما می‌دانید که قرآن‌ترین شب سال است و شبی است که آفتاب دوباره برگشت بکنن از واسطه طول احتیاجی نفس دوباره بزنید. زندگی کشاورزی رو با آفتاب و به این دلیل که آفتاب دوباره برمیگردد در چند طولانی بشیشتن و هم قصه می‌کردن روی آفتاب پیدا می‌مانند و روی آفتاب برگشت دوباره آفتاب یا سایش دوباره آفتاب تجدید یا شاهد و هم در جامعه شما شهرمندانی شهرخانی شهرنشینی اینها یک کار بسیار جاافتاده است، بسیار از طریق خصوصا در شب‌های طولانی زمستان شیشتن شهرمندان گروهی بیماری